طالع‌بینی امروز 26 اسفند ماه سال 1403 بر اساس قرارگیری سیارات و ستارگان. فروردین ماه امروز از نظر ظاهری می درخشید، حتی اگر در حال حاضر اونو درون خودتون احساس نکنید. این یکی از اون روزهاییه که آینه درخشش درونی شما رو منعکس نمی‌کنه و این اشکالی نداره. امروز زمان مناسبیه برای اینکه به خودتون برسید. به موهاتون برسید، کمی ماساژ بگیرید یا در سونا و جکوزی استراحت کنید. یه اسموتی میوه‌ای با تراوت از آب میوه مورد علاقتون به خودتون جایزه بدین. یادتون باشه که مراقبت از خودتون مهمه و به ارتقای روحیتون کمک میکنه. اردیبهشت ماه امروز اگر مفاهیم فکری یا معنوی دست نیافتنی به نظر میرسن اشکالی نداره. به خودتون سخت نگیرید. بدونید که فقط انرژی ذهنیتون توی چرخه پایینه. پس به جای اینکه بیشتر خودتون رو تحت فشار بذارید، تمرکزتون رو به چیزی متفاوت تغییر بدین. این به ناخودآگاهتون اجازه میده تا اطلاعات رو بدون فشار پردازش کنه. صبور باشید، ایمانتون رو حفظ کنید و اجازه بدین همه چیز در زمان خودش آشکار بشه. به یاد داشته باشین درک معمولاً زمانی به وجود میاد که کمتر انتظار میره. خرداد ماه خلاقیتتون رو به افزایشه، ولی امروز ممکنه یکی از اون روزای تعطیل باشه. به جای تحمیل ایده ها، تمرکزتون رو به جای دیگه ای معطوف کنید. تو فعالیت های شرکت کنید که ذهنتون رو آروم کنه و استراحت کنید. اغلب اوقات استراحت دادن به مغز میتونه خلاقیتتون رو دوباره شعله‌ور کنه و دیدگاه های تازه‌ای ارائه بده. یادتون باشه که کنار رفتن موقت میتونه توی روزهای آینده کیفیت کارتون رو بالا ببره. ذهن شما فردا با قدرت بیدار میشه، پس اصلاً نگران نباشید. تیر ماه یکی از دوستانتون ممکنه از شما در مورد مسائل مالی کمک بخواد. ممکنه این کمک تو زمینه سنجش و تصمیم گیری باشه، اما به جای انتخاب برای تصمیمش به حقایق کلیدی اشاره کنید که میتونه تفکرش رو هدایت کنه. بهش کمک کنید همه زوایا رو ببینه تا بتونه به نتیجه بهتری برسه. بینش شما ارزشمنده. فقط مطمئن بشید که توصیه‌تون بهش قدرت میده تا بهترین تصمیم رو برای خودش بگیره. دوستتون از شما سپاسگزار خواهد بود. مرداد ماه طبیعیه که وقتی ارتباطات متوقف میشن احساس اضطراب کنید، اما عجله نکنید. دوستتون ممکنه درگیر مسئولیت‌های دیگه‌ای باشه. در برابر احساس ناامنی مقاومت کنید. روی چیزی که ازش لذت میبرید تمرکز کنید تا حواستون رو پرت کنه. مشغول بودن به آرامش ذهنتون کمک میکنه. یه روز بهش فرصت بدین، بعد دوباره با یه پیام دوستانه سراغشو بگیرید. کمی صبر باعث میشه پاسخی که در انتظارشین به زودی دریافت کنید. شهریور ماه شما یه نقشه پیش روتون دارید، اما مراقب باشید. ممکنه تو برنامه‌تون چند تا مشکل وجود داشته باشه. انجام کارهای روزانه احتمال داره زمان بیشتری رو نسبت به چیزی که پیش بینی می‌کنید بگیره که ممکنه برنامه‌هاتون رو به هم بریزه. آروم و منعطف بمونید و اجازه ندید که به خاطر تأخیرهایی که پیش میاد ناامید بشید. در مورد هر تغییری با شریک زندگیتون صحبت کنید و محیط رو آروم و صمیمی نگه دارید. مهر ماه به دلیل زیاده خواهی کمی احساس ناراحتی می کنید. به اندازه کافی کار کنید و همه چیز رو ادامه بدید، ولی خیلی به خودتون فشار نیارید. خواسته های زیاد و برنامه های شلوغ داشتن باعث میشه بیشتر از چیزی که توانشو دارین تحت فشار قرار بگیرید. پس امروز کمی به خودتون استراحت بدین. بدن و ذهنتون به خاطر این زنگ تفریح از شما تشکر خواهند کرد. آبان ماه دور بودن از شریک عاطفیتون سخته، اما انرژیتون رو بالا نگه دارین و روی حالتون تمرکز کنید.
خودتون رو مشغول و سرگرم نگه دارید تا زمان براتون راحت تر بگذره. شریک زندگیتون قبل از اینکه متوجه بشین برمیگرده و شما چیزهای زیادی دارید که با هم به اشتراک بذارید. فضا رو هم برای خودتون و هم طرف مقابلتون مثبت و آروم نگه دارید تا بتونید آزادانه تر فکر کنید و پیش هم برگردید. آذر ماه. گاهی اوقات مهمه که به نیازهای خودتون گوش بدین. اگه تو خونه موندن حس خوبی داره، بهش احترام بذارید. اگر قراری دارین، مؤدبانه به دوستانتون اطلاع بدید که یه روز دیگه برای ملاقاتشون میرین. تعیین چنین حد و مرزهایی با دوستها و اطرافیانتون نه تنها بهتون کمک میکنه که استراحت کنید، بلکه سلامتیتون رو هم تو اولویت قرار میده. نگفتن و مراقبت از خودتون هیچ اشکالی نداره. امروز روز خوبیه که توی چیزهایی که دوست دارین کمی افراط کنید. دی ماه. امروز از دوست یا عزیزی حمایت میکنید. شما به طور طبیعی همدل و شنونده خوبی هستین، اما حفظ تعادل هم مهمه. گوش شنوا باشید و حرفهای آرامش بخش بزنید. اما اگر تعهدات دیگه‌ای هم دارین، مرزهاتون رو معین کنید. اشکالی نداره که اطرافیانتون بدونن در عین حال که بهشون اهمیت میدین، به مسئولیت‌های خودتون هم رسیدگی میکنین. شاید بعداً وقتی که هر دو زمان بیشتری دارین، بتونید بیشتر با هم وقت بگذرونید. بهمن ماه. امروز به خرید میرید و احتمالاً با یک کالای لوکس برخورد میکنید که توجهتون رو جلب میکنه. قبل از تصمیم گیری جوانب مثبت و منفی رو بسنجید. از خودتون بپرسین که آیا این چیزیه که واقعاً ازش استفاده میکنید و لذت میبرید یا فقط یه حس زود گذره. بودجه‌تون و چیزی که براتون مهمه رو در نظر بگیرید. اگه خرید اون وسیله یه هیجان لحظه‌ایه، یه نفس عمیق بکشید و ازش بگذرید. درسته که سخته ولی جلوی پشیمونیتون رو میگیره. اسفند ماه. امروز منتظر مهمون هستین. به جای استرس داشتن، سعی کنید از کنار هم بودن لذت ببرید. تمرکزتون رو روی مرتب کردن قسمت‌های اصلی خونه مثل نشیمن و آشپزخونه بذارید. یه جاروی سریع و مرتب کردن ریخت و پاش‌ها کافیه. زیاده روی نکنید تا خسته نشید. مهموناتون اونجان تا شما رو ببینن، نه اینکه خونتون رو قضاوت کنن. همه چیزو ساده برگزار کنین و به خودتون سخت نگیرید. یادتون باشه مهم لذت بردن از کنار هم بودنه.